سلام، شب و روزتون بخیر. نمیدونم چه زمانیه دارین این ویدیو رو تماشا میکنید. امیدوارم حالتون عالی باشه. اگه ویدیوهای قبلی رو نگاه نکردید لطفا برگردید و اول اون ویدیو رو نگاه کنید. برای اینکه با شهودتون ارتباط برقرار کنید ازتون میخوام واژه‌نامه ای رو در نظر بگیرید. توی زمینه شهود باید بدونید که فقط شما میتونید نشونه های خودتون رو تفسیر کنید. به طور مثال پنجره برای یه نفر نماد بارداریه، برای نفر دیگه نماد خریدن خونه، برای نفر دیگه نماد امنیت، آرامش. شما توی کامنت ها به من بگید پنجره برای شما نماد چیه؟ یکی از مهمترین گام هایی که در تقویت و پرورش شهود باید بردارید اینه که زبان نشانه های خودتون رو پیدا کنید. زبان نشانه های خودتون رو پیدا کنید. برای هر کسی متفاوته. برای اینکه بتونید نشونه های حسی خودتون رو پیدا کنید باید از خودتون سوال بپرسید. ما توی ویدیوی قبلی گفتیم برای دریافت اطلاعات شهودی حتما باید سوال پرسیده بشه. سوالی که شفاف باشه، به طور مستقیم به همون موضوع برگرده و خیلی ساده باشه. پس به کمک مواردی که توی کادر الان مشاهده میکنید پاسخاتون رو گزارش کنید. در واقع میخوام ازتون که از همه حواستون استفاده کنید. باز هم توی ویدیو قبلی گفتیم اطلاعات شهودی از طریق حواس پنجگانه و محیط اطراف دریافت میشه. و همچنین گفتیم که برای هر کسی شهود روش خودشو داره، سبک خودشو داره. برای اینکه سبک خودتون رو پیدا کنید ازتون میخوام به مواردی که توی این کادر سفید میبینید پاسخ بدید. برای اینکه مشخص کنید کدوم نشونه شهودی شما رو به جنبه‌های مثبت و یا منفی سوال آگاه میکنه ازتون میخوام که از قطب ها استفاده کنید. قطب یعنی چی؟ قطب یعنی یک جفت که با هم متضادن. خوب، بد، بالا، پایین، گرم، سرد، راست، چپ. این فهرست خیلی میتونه طولانی باشه اما بهتون کمک میکنه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه شدین. ازتون میخوام که ویدیوی بعدی رو از دست ندید. قراره خیلی سورپرایز بشه. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی همین ساعت و همینجا.